سلام به دوستای عزیز گلم. درود. دوستان، امروز اومدم بهتون یه سری چیزای بامزه رو بهتون توضیح بدم که حتما به کارتون میاد. خزه جاویدان، میدونید چیه؟ خزه جاویدان یه سری خزه‌های بامزه است که از تو دل همین طبیعت، یعنی هر جا که خزه باشه، هر جور که خودتون خزه درست کنید یا هر مدل خزه‌ای که باشه رو میشه تثبیتش کرد. یعنی چی؟ یعنی میشه اون آب درون گیاه رو نگرش داشت به مدت 10 سال، شاید هم بیشتر. اگر آب نخوره، آفتاب نخوره، من اینا دست بزنید بهش بچه، فوق العاده طبیعیه، لذت میبرید. میدونید چه میگم؟ مثلا دیدی مثلا یه میگن خزه جاویدان، روز جاویدان. روز جاویدان بودن قدیم، اینا خزه های جاویدانن که اصلیتش برمیگرده به ژاپن. اینا رو ژاپن توی معبداشون خزه ها رو کار میکردن، حالا هم جاویدانش نکردن، بعد جاویدانش کردن. بعد الان ما یه سری کارا داریم انجام میدیم، حدود یک سالی هستش اینا رو داریم تولید میکنیم. حالا اونو ولش کن، ولی بهتون یاد میدم چجوری تولید کردنشو. بعدن بهتون یاد میدم که بتونید تولیدش کنید. بعد اینا به چه دردی میخوره؟ به یه سری درده بامزه. مثلا یه سری دیگه کارهای دیگهش میدونید چیه؟ اینه که به شما لذت میده. خدا هر موقع بهش دست میزنی طبیعیه. بعد خوبیش میدونی چیه؟ روی دیوار کار کنید، همه رو براتون میذارم لذتشو ببرید. روی دیوار بذارید، صبح که بلند میشید انگار تو شمالید، انگار وسط طبیعتی. بعد اینا رو وسطش با چوب و اینا کار میکنیم، میذارم همه رو میذارم براتون، یعنی هم آموزش بهتون میدم. بچه خوبی باشید، اینم آموزش، اینم بهتون میدم. خودم میگمش، من خودم پخشش کردم، با شما هم میگم. آره. چرا؟ فقط شما دیگه نمیدونید. آره بابا، همه رو میذارم. آره. الان میتونید توی طراحی‌های دکوراسیون، میتونید توی طراحی‌های خونه‌تون هستن، یا میتونید باش درختای خوشگل درست کنید. اینا همه رو من براتون عکساشو میذارم، خیلی بامزه و باحال میشن و میتونید باش هزار تا کار باحال انجام بدید. عایق سدان، خونه‌تون پشه نمیگیره، خونه‌تون خاک دیگه لازم نیست همیشه بهش برسید. بچه‌ها میدونید چه میگم دیگه؟ اون زمان داره میره جلو و سعی میکنید همیشه رو به زمان برید جلو. الان این گیاه ها دیگه هم ترندن. نگاه کنید پشت، سارا اینا رو درخت زده، یعنی این نقاشی کرده روشون و ورشه اینا رو به عنوان برگ درخت زده و همیشه همون شکلی سبز میمونن. و خوبیش اینه که طبیعی هن. یعنی هر موقع شما لمسش کنید اینا همیشه طبیعی میمونن و همیشه شما لذتشون میبرید. یه سری کارهای دیگه هم. حالا به من بگید این به چه دردی میخوره؟ به درد چه کسایی میخوره؟ این حشره نمیگیره. برای کسایی که دوست دارن تو خونهشون حشره ی حیوانی توی خاکی بیرون نیاد. عایق صداه، یعنی اگر باشه کلا صدای اون یه تیکه رو میبنده اگر دیوارش بسته باشه. بعد اینه که خاک نداره. بچه کوچیکی کسی میخواد بره دست نمیزنه توشو، حیوانی چیزی، داستان، خیلی داستان داره. مسافرت میرید خراب نمیشه. آقا این کلیدو نمیدید دست اینو بلندشن بیان برن گیاه آب بدن دیگه. حالا به هر حال اون کارم نمیکنید، یعنی دیگه کلید خونه‌تون هم برای آبدهی گیاهاتون به دست کسی نمیدید. گیاهاتون همیشه سبز خوشگل و همیشه هم تازه است. خوبیش اینه. بعد برای کی؟ برای کسایی که جایی که مثلا جنوب ایران زندگی میکنن، گرمه، توی خونهشون میتونن کار کنن، خیلی شیک میشه. برای توی لابیای هتل خیلی شیک میشه. برای توی مغازه‌های لاکچری، دکور، دیزاین، با چوب، با دکورهای دیگه میتونید زیرش کار کنید. تابلوهای نقاشی، هزار تا کار دیگه. مهم اینه که شما چه کاری بخواید باهاش انجام بدید. به نظر من یه کار خیلی خفنه. پیشو بگید. خلاصه خیرتون رو میخوام، امتحان کنید.